دوستان عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز که یک شنبه نخل است و یا به عبارت دیگر یک شنبه رنج و عذاب خداوند، هفته مقدس سال عبادی شروع میشه. این هفته مقدس مهمترین هفته سال عبادی است، به یک دلیل خیلی ساده که ما در این هفته بزرگترین رازهای زندگی و مرگ و رستاخیز خداوند را به یاد میاریم و رازهای نجات خودمون را به یاد میاریم. یعنی ما در طول سال عبادی مسلماً دعوت میشیم از سوی کلیسا که در شناخت مسیح رشد بکنیم، در صمیمیت با او هم رشد کنیم. ولی اگر این برای تمام ایام سال عبادی صدق میکنه، مسلماً در این هفته مقدس این دعوت کلیسا و این وظیفه ما به اوج خود میرسه. یعنی ما واقعاً دعوت شده ایم که در این ایام، موقعی که آیین‌های عبادی رو برگزار می‌کنیم، موقعی که مرگ، رنج و رستاخیز خداوند را به یاد بیاریم، ایمان داشته باشیم که حقیقتاً این رازها به صورت اسرارآمیز ولی واقعی برای ما مجدداً تجدید میشه و انجام میگیره. و در نتیجه اگر ما در تمام طول سال عبادی این تمرکز روی شخص مسیح را باید داشته باشیم و داریم، مسلماً این تمرکز را و این توجه را باید به مراتب بیشتر در این ایام هفته مقدس داشته باشیم. این هفته مقدس همونطور که اول اشاره کردم با یک شنبه نخل که امروز باشه و یا یک شنبه رنج و عذاب خداوند که اصطلاح دیگر و نام دیگری است از این یک شنبه آغاز میشه. در این یک شنبه نخل ما در مرحله اول ورود پیروزمندانه مسیح به اورشلیم را به یاد میاریم و چطور مردم به استقبال او رفتند، او را پذیرفتند با شادی به عنوان پسر داوود، به عنوان نجات دهنده. ولی در همین آیینی که امروز در کلیسا برگزار میشه، بعد از این قرائت انجیل، بلافاصله بعد در برگزاری آیین قربانی مقدس ما میبینیم که یک صفحه دیگر از انجیل قرائت میشه. امسال که سال به است، طبق روایت مرقس، و در این روایت ما رنج و عذاب خداوند و مرگ او را میخونیم و میبینیم که چطور مسیح به خاطر ما مرگ رو میپذیره در اطاعت از اراده پدر، برای اینکه ما بتونیم نجات پیدا کنیم. جمله‌ای که در قرائت انجیل امروز میتونه خیلی معنی برای ما داشته باشه، جمله‌ای است که افسر رومی در انجیل میگه پس از اینکه میبینه که مسیح چطور جان سپرده، میگه که حقیقتاً این مرد پسر خدا بود. ما حقیقتاً هدایت میشیم به این اقرار و اعتراف ایمان که حقیقتاً این مرد پسر خدا بود. مرقس این رو به عنوان مقدمه در آغاز انجیل خودش عنوان میکنه، موقعی که مینویسه آغاز انجیل عیسی مسیح پسر خدا. این رو به طور خلاصه در ابتدای کتاب میگه و
در پایان کتاب به زبان همین افسر رومی تکرارش میکنه که حقیقتا این مرد پسر خدا بود. با در نظر داشتن این تعمق ما دعوت میشیم که در طول هفته مسیح را مد نظر داشته باشیم. روز پنجشنبه مقدس که روز دیگر مهم این هفته مقدس است، ما شام آخر خداوند را به یاد خواهیم آورد و در این پنجشنبه مقدس ما دو عطیه بزرگ مسیح به کلیسا را به یاد میاریم. مسیح که طبق گفته یوحنا خاصانش را در این جهان دوست می داشت، آنها را تا به آخر محبت نمود. و مسیح راز قربان مقدس را تأسیس میکنه تا بتونه همیشه به صورت واقعی هرچند اسرارآمیز در بین ما بمونه در نمای نان و شراب. در شام آخر ما میدانیم که خداوند نان را گرفت، سپاسگزاری کرد و بعد به شاگردانش داد، این نان را گفت بگیرید و بخورید، این تن من است که برای شما تسلیم میشه. شراب را گرفت و گفت بگیرید و بنوشید، این جام خون من است که برای شما و آمرزش گناهان ریخته میشه. و بلافاصله یه جمله دیگری را هم اضافه میکنه، این را به یاد من به جا آورید. یعنی این دو عطیه بزرگ مسیح در لحظات آخر زندگیش در بین ما، همین عطیه سپاسگزاری است، آیین سپاسگزاری، یعنی آیین تن و خون او در نمای نان و شراب، و برای اینکه این حضور او در بین ما تداوم پیدا بکنه، راز تأسیس کهانت را ما داریم. یعنی به رسولان، به جانشینان آنان و یاران رسولان و جانشینانشون که کشیشان باشند، این قدرت را میده که با تکرار کلمات شام آخر، با برگزاری همون آیینی که مسیح در شام آخر انجام داد، تن مسیح رو، تن و خون مسیح رو حقیقتاً در بین ما حضور میبخشند، ظاهر میسازند و مسیح در بین ما با جسم و خون خود، با الوهیت و انسانیت خود حضور پیدا میکنه و ما توسط همین تن و خون تغذیه میشیم، توسط همین تن و خون خدا را سپاس میگیم و توسط همین تن و خون، همین خوراک و آشامیدنی روحانی، به عنوان تن مسیح بنا میشیم، به عنوان کلیسا که جمع ایمانداران به اوست رشد میکنیم. این در روز پنجشنبه مقدس. در روز پنجشنبه مقدس هم یک بخش دیگری از انجیل قرائت میشه که امسال به خاطر کووید تا اونجایی که ما متوجه شدیم آیینش بعداً برگزار نخواهد شد، ولی صفحه انجیل در هر صورت قرائت میشه، شستشوی پاهای شاگردان، که در آن این عبارت یوحنا را باز ما میشنویم: او که خاصانش را در این جهان محبت مینمود، آنها را تا به آخر محبت کرد. و مسیح در شام آخر با شستن پاهای شاگردان به اونها میگه و یاد میده که باید از او یاد گرفت و در خدمت برادران و خواهران خود بود. باید محبت را عملاً به دیگران اثبات کنیم.
مسیح میگه که شما مرا استاد و خداوند خطاب میکنید و راست میگویید چون من هستم. پس من که استاد و خداوند هستم پاهای شما را شستم، شما نیز باید پاهای یکدیگر را بشویید. این پنجشنبه مقدس واقعا پنجشنبه است که در آن این دو راز بزرگ زندگی کلیسا، راز سپاسگزاری یا آیین سپاسگزاری با حضور مسیح در بین ما در نمای نان و شراب و با حضور کشیشان که دستگذاری میشند برای تداوم بخشیدن به این حضور او در بین ما، و بعد با یادآوری این فرمان محبت، همدیگر رو دوست بدارید همان گونه که من شما رو دوست داشتم. در روز جمعه مقدس که در بعضی کلیساها اصطلاحاً گفته میشه جمعه صلیب یا جمعه الصلیب، مسلماً صلیب مسیح در مرکز قرار میگیره. یعنی ما در روز جمعه مقدس یه آیینی داریم که در آن در وهله اول بخشی از کتاب مقدس قرائت میشه و بعد روایت رنج و مرگ خداوند بر حسب انجیل یوحنا، هر سال مطابق انجیل یوحنا این قرائت تکرار میشه. بعد از آن یک دعای ایمانداران هست که خیلی مفصل است، خیلی طولانی است و در طی آن تمام احتیاجات کلیسا و دنیا در نظر گرفته میشه و از خداوند خواسته میشه که به تمام این احتیاجات توجه بکنه و آنها را رفع کنه. بعد یه آیین پرستش صلیب داریم. پرستش صلیب برای این که نجات دهنده عالم بر این صلیب آویخته شد. ما میاییم در مقابل صلیب زانو میزنیم، در مقابل مسیح مصلوب زانو میزنیم و سعی میکنیم لااقل در دل خودمون به سؤالی که مسیح از ما داره پاسخ بدیم. یه سرودی هست، سرود سنتی در کلیسای ما، میگه که ای قوم من چه زیانی به تو رساندم، چه بدی به تو کردم، به من نشان ده. و بعد به صورت برگردان این آیه تکرار میشه و تمام کارهای نجات بخش مسیح و کارهای نجات بخش خداوند در طول تاریخ یادآورده میشه و ما باید بتونیم با در نظر داشتن این کارهای خداوند، این کارهایی که او برای ما انجام داده، بتونیم جواب بدیم. ما عوض این که یه پاسخ مثبتی به خداوند و به محبت او بدیم، صلیب را برای او مهیا کردیم و اینجاست که ما باید از خداوند واقعا طلب بخشش بکنیم. این جمعه مقدس با مراسم دیگری هم ذکر میشه که مراسم و یا دعای راه صلیبه که البته جزو آیین عبادی نیست، ولی جزو دعاهایی است که سنتاً در کلیسا برگزار میشه. شما یه نوع این دعاها رو در کتابچه دعا دارید و میتونید اینها رو در خانه خودتونم بخونید. یعنی در واقع در این راه صلیب مسیح را در مراحلی که طی میکنه برای رسیدن از کاخ فرماندار روم، از کاخ پیلاتوس به جلجتا، به محلی که در آن مصلوب شد، این مراحل را ما با مسیح طی میکنیم و
با او واقعا رنج میکشیم و او رو به خاطر این رنجی که برای ما کشید و این مرگی که برای ما متحمل شد شکر میگوییم. روز شنبه مقدس آیین خاصی در کلیسا برگزار نمیشه. در واقع طبق سنت کلیسای ما روز شنبه مقدس یک روز سکوت است. سکوت در یک موعظه قرائت میشه. سکوت برای این که کلیسا دنیا به خاطر مرگ خداوند در حیرت و در بهت است که چطور خالق جهان به مرگ رسید. ولی بعد در شب رستاخیز خداوند، یعنی شنبه مقدس شب پس از غروب، قاعدتاً اگر مقدور باشه، اگر نمیشه آیین رو قبل از غروب هم برگزار کرد، ما شب رستاخیز مسیح رو جشن میگیریم. و در این شب رستاخیز مسیح یه چند تا آیین هست که خیلی پرمعنیه. آیین شروع میشه با روشن کردن آتش نوین. این آتش نوین که بعداً شمع رستاخیز از آن روشن میشه نشانه مسیح هست که از مرگ به زندگی برمیگرده، رستاخیز میکنه و زندگی نوین را آغاز میکنه. شب را مثل روز روشن و منور میکنه. بعد از این آیین آتش و نور که اصطلاحاً گفته میشه آیین روشنایی، ما یه بخش دیگری از مراسم داریم که طی آن بخشهایی از کتاب مقدس قرائت میشه. چرا؟ برای این که در این بخشها ما تاریخ نجات را به عنوان خلاصه مسلماً مرور میکنیم، از آفرینش جهان تا آمدن مسیح و تا بعداً رستاخیز او. بعد از این موقعی که امکانش هست، یعنی اگر کسانی باشند که باید تعمید بگیرند، آیین تعمید برگزار میشه. چرا؟ برای اینکه شب رستاخیز خداوند شبی است که مسیح در آن از مرگ به زندگی گذر میکنه. شبی است که در آن ایمانداران با دفن شدن در آب تعمید و برخاستن، بیرون آمدن از همین آب تعمید، به زندگی نوین متولد میشند. چنانچه کسانی نباشند که تعمید میگیرند، ولی همه ایمانداران دعوت میشند که در این شب، در شب قیام خداوند، عهدهای تعمید خودشون را تجدید بکنند. یعنی ما در اون شب تعمید خودمون رو به یاد میاریم و قول میدیم به خداوند و به خودمون که از بدی دوری کنیم و در ایمان راستین در پیروی از مسیح به سر بریم. این آیینی است که در روز پنجشنبه مقدس برگزار میشه و مسلماً بعداً در روز عید فصح، یعنی در روز قیام، در روز رستاخیز، چه صبح چه در میان روز و چه بعد از ظهر، آیین‌هایی است که برگزار میشه در یادبود این جشن بزرگ که رستاخیز مسیح است در بین ما. و ما به عنوان مخلوقات تازه که در مسیح زندگی نوین پیدا کردند دعوت میشیم که با زندگی خودمون به این ایمان و به این زندگی نوین و به این رستاخیز شهادت بدیم. پس ما در طول این هفته مقدس واقعا این وظیفه رو داریم که واقعا
تمرکزمون واقعا بر مسیح باشه، مسیحی که در اطاعت از پدر تا به مرگ تسلیم اراده او میشه. یه بخشی که در این ایام قرائت خواهد شد در همین روز یکشنبه نخل قرائت میشه و در روزهای دیگر هفته مقدس باز این آیات رساله پولس به فیلیپیان تکرار خواهد شد. بخشی است که الان براتون میخونم تا واقعا ما سعی کنیم که همین احساساتی را که در مسیح بود در ما هم در این ایام فصح، در این ایام هفته مقدس در ما نیز باشه. در باب 2 رساله به فیلیپیان آیه 6 تا 11 چنین میخونیم: مسیح عیسی اگرچه به صورت خدا بود ولی برادر بودن با خدا را به عنوان غنیمت محسوب نکرد، بلکه خود را تهی کرده به صورت غلام درآمد و شبیه انسانها گشت و چون به شکل انسان درآمد خود را فروتن ساخته و تا به مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب، مطیع گردید. از این رو خدا او را بسیار سرافراز نمود و نامی را که مافوق همه نام هاست به او داد، تا اینکه به نام عیسی مسیح هر موجودی در آسمان، بر زمین و زیر زمین به زانو درآید و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است برای جلال خدای پدر. پس ما در این ایام واقعا دعوت میشیم به این که روی این اطاعت مسیح متمرکز بشیم، روی تسلیم شدن او در آزادی تام و در اطاعت تام به نقشه نجات پدر که همون نقشه نجات خود مسیح است، که آزادانه خود را تسلیم میکنه، نه برای اینکه الوهیت خود را حفظ کنه یا الوهیت خدا را بقاپه، بدزده، اونطور که حضرت آدم و حوا میخواستن در بهشت برین در باغ عدن انجام بدند. مسیح خود را تهی میکنه، خود را خالی میکنه از این الوهیت خود برای اینکه به عنوان یک غلام، به عنوان یک برده مرگ را برای ما بپذیره تا از طریق مرگ او ما نجات پیدا بکنیم. پس من ضمن این که هفته مقدس خوب و پرباری و پربرکتی را برای شما آرزو میکنم، واقعا از شما دعوت میکنم که در این راز بزرگ، در این رازهای بزرگ که در این ایام برگزار میشه و به یاد آن خواهیم بود، واقعا فکر بکنیم و از خداوند بخواهیم که هر کدوممون بتونیم یه پاسخ مثبتی به این محبت بیکران و بی نهایت خداوند بدیم. هفته مقدس برای همه شما مبارک باشه. خداوند پشت و پناهتون باشه.